بدترین گیم نت ایران کجاست؟ تو این ویدیو قراره بفهمیم که بدترین گیم نت ایران کجاست و بریم ببینیم که چطوریه. بدترین گیم نت ایران کجاست؟ نمیدونی؟ آقا اجازه فیلم برداری نداری. اینجا 10 تا PS4 داره، این نشون بده. یه دونه PS5 اونور داره. خیلی تاریکه، این تو ویدیو مشخص نیست. تاریک ترین گیم نیست که تو عمرم رفتم. فکر کنم تو ویدیو مشخص نیست. یا اگه مشخص باشه یه جور درست میکنم که یکم روشن باشه ببین. یه دونه چراغم روشن نیست. یه نمای کلی نشونتون میدم ببینید که چجوریه. نمای کلیش خودتون قضاوت کنید. داری چی کار میکنی؟ باجی صاحبش خیلی ترسناکه. ما داریم این حساب کنیم، سعی میکنم که چند تا ویدیو هم بگیرم واسه. بس خیلی خراب. آجی ما اومدیم بیرون از گیم نت. یه بدم نبود اون قضیه، فکر کنم 10 تا 9 تا PS4 داشت، یه دونه هم PS5 داشت، یه دونه PS4 پرو داشت. ولی خیلی تاریک بود، صاحبش ترسناک بود. من دیدیمش پایمون جفت شد. بهترین نمیدونیم. حالا میخوایم بریم بهترین گیم نت رشت. یه از این بهتر توی رشت پیدا نمیشه. بریم دیگه، بریم بهترین گیم نت ببینیم چجوریه. بهترین گیم نت نمیخوای بدونی کجاست؟ سفر رو واید میکنن. بهترین گیم نت یا همون گرونترین گیم نت رشت. اومدیم گیم نت گیم اسپات. بریم تو ببینیم چه خبره دیگه. اون هم روش تویی؟ ایزن دیگه. اونم بگیم همه چی داره دیگه. گیم اسپات بهتر پیدا نمیشه. بوفه داره، همه چی داره. فکر میکنم که ساعتی 120 تومن باشه. ساعتی فکر کنم 120 اینا باشه. یه نمای کلی هم بهتون نشون میدم، بینش کنید دیگه. اینم بود از ارزون ترین و گرون ترین گیم نت اینا تو رشت پیدا کردیم. یه دونه فکر کنم شد 120 تومن، یه دونه توی ساعت شد 50 تومن. ارزون 50 تومن، گیم اسپات هم 120 تومن. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین و تا ویدیو بعد خداحافظ. نمیخواد بریم کجاست؟